سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 3 ایون همراه شما. دادستانی کل تاجیکستان به ضد گلمراد حلیموف پلکونیک فراری که به صف گروه دولت اسلامی پیوست با اتهام خیانت به وطن پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی روز 3 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت گلمراد حلیموف همچنین به عضویت در گروه جنایی و شرکت در جنگ در قلمرو کشورهای خارجی متهم می شود. فرمانده سابق آمان تاجیکستان و یا نیروهای مخصوصی وزارت امور داخلی به گفته دادستانی فروخته شده است و به حیث اختیار امر فرمایشگرانش را اجرا می کند. در تاجیکستان برای خیانت به وطن جزای تا 20 سال زندان و از آن هم بیشتر مقرر شده است. گلمراد حلیموف آخر ماه می گفت که به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته است. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان اعلان کرد قیمت سفر حج امساله تقریباً 23,000 سامانی معین شده است. همین گونه خرج امساله زایران نظر به خرج سال گذشته تقریباً $700 زیادتر می شود. همه سال از تاجیکستان بیشتر از 6,000 نفر به زیارت مکه و مدینه به عربستان سعودی می روند و همکارم شادمان یتیم دایر به این موضوع با افشین مقیم نماینده کمیته دین صحبت کرد و از او اول درباره سبب بالاروی نرخ پرسید. از بس که امسال قرب دلار آمریکایی نسبت به سومانی خیلی بالا رفت، از این رو قیمت سفر حج با پول ملی سومانی نیست افزون گردید. اما اگر نرخ امسال را با نرخ سال گذشته قیاس بکنیم و اون هم با قرب دلار آمریکایی نرخ اصلا تغییر نیافته است و یا شاید اندکی تغییر یافته باشد هم نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز چهارشنبه 3 ایون در راه و شاهراه‌های شمال تاجیکستان عملیات گسترده را برای پیشگیری از قانون شکنی در راه‌های ولایت آغاز کرد. مقامات پلیس میگویند هدف از عملیات جلب توجه جامعه بر رعایت قاعده‌های رانندگی و پیاده‌گردی و همین گونه کاهش صدمه‌های نقلیاتی و امن نگه داشتن جان آدمان است. صدمه‌های نقلیاتی مرگبار سالهای اخیر در ولایت سوخت افزوده است و تنها در 5 ماه امسال در ولایت 48 نفر در چنین صدمه‌ها جان دادند، 187 نفر دیگر جراحت برداشتند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه‌های نقلیاتی کشته می‌شوند، صدها تن دیگر جراحت می‌بردارند. دادگاه در شهر دوشنبه حکم زندان رحیمه شلایر آوازخوان مردمی تاجیکستان را درست دانست آن را به تغییر گذاشت، ولی به خبرنگاران اجازه ندادند محاکمه دادگاهی را به نوار بگیرند. سراینده معروف اهدی شوروی از دسته گلشن را دادگاه ناحیه فردوسی ماه می محاکمه کرد و او را با گناه قلابی به 6 سال زندان محکوم نمود. با گفته دادستان رحیمه شلایر از عایشه عبدالله و یک ساکن پایتخت چندین هزار دلار گرفته و بر نگردانده است، ولی اعضای خانواده‌اش میگویند رحیمه شلایر قربانی فریب در یک معامله غیر قانونی فروشی خانه شده است. در شهر دوشنبه غالبان آزمون ورزشی در بین زنان آوازخوان در تاجیکستان را اعلام کردند. مراسم نتیجه گیری از آزمون پیشتاز 2015 شب 2 ایون برگزار شد و بر اساس رایدی از طریق SMS یا پیامک گلرود تبروا مقام اول را به دست آورد. سبقت در بین آوازخوان‌ها به گفته برگزار کنندگانش یک نوع تبلیغ ورزش و زندگی سالم در میان جوانان بود.